سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام تماشابینان و شاگردان عزیزی که برنامه های راه نور را پیگیری میکنید. اینک پس از 2 هفته تقریبا از اینکه از سوال جواب ها دور بودیم، همراه شما در پخش مستقیم سوال و جواب ها هستم. انشاءالله هر سوالی که در قدرت ما هست جواب دهیش در خدمت هستیم و سوال هایی که برای جواب دادن مناسب نیست یا عموما برای جواب دادن علمی کافی نداریم میگذاریم برای بعد. و اینجا سوال هایی که هست سوال های تکراری رو گشته برگشته نمیشه باید جواب داد و میتوانید در همین چت یوتیوب سوال های خود را روانه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شروع میکنم. سوال یکم را میگویند قرآن را به پیش جای نماز بالای استال مانده سوره ها را دیده خوانیم تا که نقض از یاد شدن می شود. یعنی سوال داده ایستادن که در وقت نماز خواندن ما از قرآن خوانیم، یگانه در وقت نماز نافله بعضی علما اجازه میدن، مثل نماز تراویح یا نمازهای سنت. در دیگر نمازهای فرض یگان عالم به این اجازه نداده است. برای همین اگر نماز نافله خوانده ایستاده باشید، مثلا نماز تهجد یا نمازهای نفل دیگر، می شود حتی قرآن را به دست گرفته یا یکی نظر کرده خوانید. دیگری وی ممکن نیست همون سوره های میدانسته خود نمازتان بخوانید. سوال دیگر، دختره که حالا نگرفته باشی اگر همون بر من طلاق شود، 3 طلاق یا 40 طلاق گفتی، آن دختر بر تو طلاق می شود، او رو هنوز نگرفتی. لا طلاق فی من لا یملک بود، لفظ حدیث خطا نکنم. وقتی که تو در دستت اون زن نیست تو طلاق نداری، حق طلاق نداری. چه خیلی که خانه ای تو نیست من این رو فروختم میگوی، گپی تو یک گپی لغو است، گپی بیهوده هست. برای اینکه خانه از آن خودت نیست. اون دختر هم که در نکاحی تو نیست 1000 طلاق کرده باشم و به تو یگان طلاق نمیافته، چون اصلا نکاح وجود نداره. اصلا نکاح وجود ندارد. اما چی می شود عائله این گونه انسان هایی که هنوز نگرفته الکی طلاق دادند و فکر طلاق دارند؟ یعنی نباید با این گونه مرد هرگز ازدواج کرد. دخترکانی که نامزد دارند و هنوز شوهر نکردن، نامزدشون میگوید تو به من طلاقی یا بعد از گرفتن طلاقت میدیم، از حاضر باید این رابطه را قطع کرد، چون الکی معلوم است که عمر این رابطه دراز نمی شود، چون روبرویتان یک انسانی بی صبری هست که و برای زندگی آماده نیست یا هنوز شما را نگرفته و الکی آمادگی دارد برای طلاق دادن. سوال دیگر درباره زینوکاری میپرسم که همه میداند، یعنی این گونه انسان ها را. سوال دیگرش بسیار با شوهرم از روی زینوکاریش جنگ می شوم. به روسیه آورد، فهمیدم که از کافر فرزند از زینو کرده، صبر کردم. لیکن گفت اگر همان رو گیرم بر من 3 طلاق می شود. آیا طلاق می شود؟ او را هنوز نگرفته این گپ رو گفته باشد یگان طلاق نمی افته. سوال دیگر، مرد حج می رود لیکن آنچنان ظلم بر زنش می کند، در زنش می گوید که رو شوهر بکن، تهمت به زنا می کند. 3 سال می شود که خبر نمی گیرد. صبرم به جا دارد، یگان مصلحت دید. اولا حج رفتن نشانه تقواداری نیست. یعنی فکر نکنید که یک نفر حج رفت آمد و فرشته شده می آید. و مثل کسی که نمازش رو می خواند رفت و عبادتش رو انجام داده آمد، یعنی حج کرده آمد، معناش اینه که وی می رود و کلا قلبش دیگر می شود، عقلش دیگر می شود، دیگر انسان ساخته شده می آید. همون انسان برمیگردد، فقط عبادت انجام داده آمد. بعضیا در حقیقت یک کم تغییرات مییابند، لیکن حج فریضه الله است که انسان باید انجام دهد. اما هرگز فکر نکنید که کسی حاجی شد، مثل چند سراینده که حاجی شدند آمده با سرایندگی میکنند و دیگر انسان شده میآید، این رو هرگز فکر نکنید. علل خصوص در حاضر زمان که حج دیگر به یک مد تبدیل هم شده است. یعنی بعضی انسان ها حتی برای تدپیس چک شده هم میروند حج میکنند و جای اونجا نمیدونم چگونه انسان عبادت میکرده باشد وقتی هر یک قدمش رو بروی دوربین انا اینجا رسیدم، انا این رو میکنم گویان به مردم دارد نشان میدهد. اما درباره اینکه رفته شوهر کن گفتن یا تهمت به زنا کردن، شاید گپایی که خودش میگوید خودش میداند که حقیقت ندارد، وگرنه اگر شوهر اگر داند که زنش زناکار است و طلاق میدهد. در اینجا یا بیمار است انسانی، یا خیلی بد اخلاق است، یا تماما صبر میکنید، یا اینکه چگونه ای که در شریعت آمده است خویش تباری خود را وادار میکنید که به قضیه دخالت کنند و طلاق گیرید.
طلاق گیرد. اینجا فقط با شکایت کردن نمیشود برای تغییر دادن، یا اینکه تمام با همین چگونه ای که او هست صبر میکنه، یا اینکه کلا خویش و تبا رو وادار میکنید و از پای زندگیتون میشوید تا که از او جدا شوید. بعضی زنها در حالت حامله‌داری چیلبند میگیرند. آیا این درست است؟ در وقت حامله‌داری یگان چیلبند و یگان بند دیگر وجود ندارد. اساسا این کار رو جادوگر زنها میکنند. یعنی در شریعت یگان نمود چیلبند برای حامله‌دار وجود ندارد. برای آسان کردن درد حامله‌داری مثلا بعضی دعاها رو عبدالله ابن عباس خوانده به آب صوف کرده به زن حامله‌دار میفرستادن یا آمده میگرفتن. بعضی سوره ها رو خوانده صوف کرده نوشیدنش ممکن است، برای اینکه در این باره آثار عبدالله ابن عباس است، اما چیلبندی که گفتید یگان اساس ندارد. سوال دیگر، چی کارها رو انجام دهم که زنی صالحه شوم، ایمانم مستحکم شود و مهر الله و رسولش در دلم باز هم زیاد شود؟ پیش از همه حتما باید برای آنکه از الله ترسید یا مهر الله در قلبتان جا شود باید الله را شناسید، باید پیامبرش را شناسید. برای این باید علم آموزید. یعنی یک انسان بی‌سواده که هیچ چیز درباره الله نمیداند، هیچ چیز درباره مرگ پس از زندگی پس از مرگ نمیداند، پیامبرش رو نمیشناسد، یک نفر رو نشناخته به او مهر پیدا کردن نمیتواند. برای همین الله میگوید انما یخشون الله من عباده العلماء. اساسا از الله بنده های عالم میترسند، آنهایی که الله را همون گونه که باید بشناسند بشناختند. دیگر برای صالح شدن همیشه باید انسان در جهاد باشد، جهاد با نفس باشد، بر ضد خواسته های خود، بر ضد خواسته های نفس خود، بر ضد وسوسه های شیطان همیشه بجنگد که معرکه یا گفتیم یک نبرد بزرگی هست با نفس و با شیطان و با انسان های شیطان مانند که همیشه میخوان انسان رو گمراه کنند. در اینجا هم درس میخوانید، هم عبادت میکنید و همیشه مستمر بر دوام در جهاد با خود و جهاد با نفس و جهاد با خواسته های شیطانی میشوید. سوال دیگر، درباره قضا خواندن نمازها و سجده سهو نواری میکردید. خلاصه چندین ویدیو رو گوش کردم، هر نماز جواب هست، میخواستم از زبان شما فهمم. قضای نماز عیناً مثل فرض نماز است. یعنی چگونه شما 2 رکعت بامداد رو میخوانید، عیناً همان گونه قضاش رو میخوانید، فقط با قلبتون میگوید قضای بامداد رو نیت میکنید. یعنی یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه برای نیت قوی تر شدن با دهان گفتنش هم سنت است. یعنی برای فقط نیت قوی شدن، وگرنه در نزد جمهور علما با قلبت 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض قضای بامداد رو میخوانم گفته، دیگر این نیت است نماز رو شروع میکنه. سجده سهو هم برای چه چند نمود است؟ برای اینکه سجده سهو کردن چند نمود آمدگی است از پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک نمودش این است که شما هنوز سلام نداده وقتی خطاگیتون به یادتون اومد 2 تا سجده میکنید، بعد از این سلام میدید. یک نمود دیگرش بعد از سلام دادن 2 تا سجده میکنید و التحیات رو تا آخر خوانده بعد باز 2 سلام میدهید. یعنی یکم نموده شما التحیات رو خوانده شدید، هیچ سلام نمیدهید و بعد از اللهم اغفر لی رو خواندن سجده میکنید، الله اکبر سبحان ربی الاعلی، عیناً مثل 2 سجده نماز. بعد از این السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله سلام میدید. یک نمودش نه، شما نماز رو کاملا انجام میدید، به 2 طرف سلام میدهید. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله در قبل به یک طرف سلام دادن میشود، بهترینش حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 طرف سلام دادن است. به 2 طرف سلام میدهید و 2 تا سجده کرده، بعد از 2 تا سجده باز التحیات رو از اول تا اللهم اغفر لی میخوانید و باز 2 تا سلام میدید. 2 نمود که سجده سهو از پیامبر اومدگی است، برای همین 2 نمود قول است دربارش. اما قضا عیناً مثل فرض رو چخیل میخواندید، قضا عین ادا همون گونه میخوانید. چیکار باید کرد تا شوهر رو زیاد دوست نداریم؟ عجیب است، همه سوال میدهند که چیکار باید کرد که شوهر رو زیاد دوست داریم، اینها میگن دوست نداریم. سوال دیگر، همین نکاح پنهانی قبول می شود اگر با شاهد و ملا باشد؟ نکاح پنهانی در شریعت وجود ندارد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان نفر رو پنهانی نکاح کردگی نیستند، همه نکاح ها رو پیامبر اعلان میکردند و حتی گفتگی هستند که با دایره که اصلا فقط در وقت توی و در وقت خرسندی ها جایز است، با دایره تویتون رو اعلان کنید. اگر شما نکاح پنهانی کرده باشید الان اعلان کنید، زندگی را دوام دهید با همون اعلان کردنتان که وقتی ولی با خبر می شود. مهمترین چیز در وقت نکاح رضاگی ولی هست. اگر ولی رضا نباشد در نزد جمهور علما نکاح شما باطل است، زندگیتان حرام است.
البته در اینجا مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جدا هست، اما آنها رو هم مذهب ابو حنیفه پنهانی رفته یک مولای دو شاهد کتی نکاح کن نمیگن هرگز. یعنی وقتی که شما پنهانی نکاح کردید اکنون اعلان کنید، اکنون اعلان کنید، معرکه کنید، توی کنید، خویش و تبارتون با خبر باشد، از تمام این شک و شبهه ها دور میشوید. بعد از این میگن اگر 6 ماه هم خوبگی نکنه نگاه بریده میشن، گپ دروغ است. 10 سال اگر هم خوبگی نکنید هم نگاه بریده نمیشه و تا زمانی که زن شکایت کند و طلاق نگیرد یا اینکه مرد طلاق ندهد. یعنی بعضیا میگن 4 ماه شوهرت نپرسد تو طلاق میافتی. این گپ یگان اساس ندارد. 4 ماه شوهرت عموما نپرسد تو حق داری به قاضی شکایت کنی که تو شوهرم رو مجبور کنی یا مرا طلاق دهد یا زندگی رو دوام دهد. به این زن حق دارد. اما معنیش این نیست که یک بار طلاق می شود تو بالای شوهرت می روی و شوهر می کنی. سوال دیگر، در حالت عطسه زدن الحمدلله باید گفته شود؟ جواب عطسه یرحمکم الله هست. به خاطر چی همین خیلی است؟ برای خاطر اون که پیامبر همین گونه گفتن. یعنی پیامبر همین گونه گفتن، ما باید همین گونه انجام دهیم. آره در اینجا بعضی حکمت هایش هست، میگن در وقتی عطسه زدن تمام میکروب ها به بیرون میبراید، یک بار قلب کارش رو از نو شروع میکند، برای همین انسان الحمدلله میگوید، اون نفر هم یرحمک الله میگه. اما پیامبر همین گونه گفتن، ما هم همین گونه میگوییم. یعنی بعضی چیزها هست که همون گونه که پیامبر انجام دادن سمعنا و اطعنا گویان ما هم انجام میدیم. اما حکمتش خیلی گفتم، بعضی از علما میگویند چون قلب یک بار کارش رو نو میکند و تمام میکروب هایی که در بدن داری با عطسه بیرون میکنی، علاوه از بینی ها، و تو به الله شکر میکنی که این گونه سلامتیت بهتر شد. سوال دیگر، شوهرم گفته درباره شوهرشون گپ میزنند، بعدن میگویند فرق بین سعید زاده ها و خلق عادی چی است؟ اولا یک نفر برای خود را سعید زاده گفتن یا من از اهل پیامبرم گفتن که چیز زیادن، در تاجیکستان و در ایران و در افغانستان و حتی در بعضی قشلاق ها، در یک قشلاق همه خود را سعید زاده میگویند. برای خود را سعید زاده یا ما آل پیامبر گفتن باید دلیل قطعی باشد. دلیل نداشته باشه ادعاهای دروغ است. ادعا یا این گونه خودت را من اهل پیامبرم گفتن دروغ است. بعدن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بین آدمیزاد یگانه از روی تقوا فرق است. آره کسی که اهل بیت پیامبر است با او صدقه دادن ممکن است، یعنی او صدقه خوردنش ممکن است، او خواه و نخواه نسبش بالاتر است، اما برای این دلیل قطعی باشد. چیزی دیگر یک نفر از اهل پیامبر باشد هم، یعنی از خانواده پیامبر باشد هم، اما به گناه آلوده باشد، هرگز او آبرو ندارد، چون انسان رو احترامش رو در نزد پروردگار نام و نسبش نه تقوایش بالا میکند. میخواستم سلکه تلگرام رو پرتوید. میتوانید خواهرایی که در خدمت هستند، خواهرای شای محمدی علل خصوص سلکه تلگرام رو روان میکردن، خواهرایی که میخواهند، چون سوال جواب های تلگرام فقط برای خواهران است، داخل شوند. سوال دیگر، انگشترین هایی که نقش مار دارند ممکن است انداختن؟ این سوال ضرور است. البته ممکن نیست. هر چیزی که نقش جاندار دارد، چه مار باشد، چه شاهبرک باشد، چه چیزهای دیگر باشد، عموما در بدن، در لباستون هم، در انگشترتون هم بودنش ممکن نیست. عموما چیزی جاندار به خانه‌ای که این گونه چیزها هست در آمدنش، یعنی فرشته ها داخل نمیشوند. نماز در نزد جمهور علما مکروه است با چیزی که صورت دار است و تماما ممکن نیست انگشتری که چیزی جاندار داشته باشد. سوال دیگر، کدام سوره ها رو بالای کودک نوتولد شده خوانیم که خیلی زیاد از خواب ترسیده میخیزد؟ التماس جواب دهید. آیت الکرسی خوانید، سوره بقره خوانید، سوره ناس و فلق خوانید، سوره فاتحه بهترینش 7 بار، چون دعاها 7 بار خوانده شدنش از پیامبر مأثور است. 7 بار سوره فاتحه و آیت الکرسی و این سوره ها رو خوانید و در خانه موسیقی و دیگر نوارهای گناه دیده نشود. هر جایی که در هر خانه‌ای که در آنجا صدای قرآن کم است و در آنجا موسیقی زیاد است، بیهوده گپی زیاد است، عموما بینمازی زیاد است، خواه و ناخواه برای شیطان و برای جن‌های ضرررسان جای می شود. سوال دیگر، مرد زنش را از همه چیز تامین کند و باز برای یک سیگار و دیگر چیزی کشیدش او را زنش بدبینی کند و گپ نزده قاش و قباق کند، حکمش در اسلام چه؟ زن به این حق دارد. مرد در گناه کبیره است. سیگار چیزی عادی نیست. سیگار از برادرای مست کننده هست که کسی که مکروه میگوید باید دلیل قطعی داشته باشه. سیگار رو برای یکم نرو رو آرام کردن و یکم از غم دور شدن یا یکم مست شدن استفاده میکنن. البته
یعنی تو مرا تامین میکنی، تو چی خواهی کش و چی خواهی خور، گویا نباید زندگی کرد. زن به این حق دارد که در یک خانه یک نفری که با بوی بد سیگار می آید که به تمام اهل خانواده هم ضرر دارد و خودش هم اسراف مال است، اسراف عقل است. یعنی پولت رو صرف میکنی تو که عقلت رو خراب کنی، به این زن حق دارد. و این زن حق دارد که در گناه کبیره شریک نشه و به این کارت من راضی نیستم. یعنی اینجا نمیگیم زن گناهکار، زن گناهکار نیست، چون که مرد در گناه هست و زن به این حق دارد. سوال دیگر، زن به شوهرش خیانت کرده است از روی نادانی و فرزندش در دست شوهرش، حال و سخت پشیمان است. دیگر شوهر کردگی است، حکمش در اسلام چی است؟ وقتی که پشیمان است، پروردگار بخشنده مهربان است. از روی اسلام نگاه کنید، اگر یک نفر به زینای خود اعتراف کند، اگر دولت اسلام باشد، حتما باید رجم شود. زن شوهردار یا مرد زندار فرق ندارد، زن یا مرد زندار، زن شوهردار یا مرد زندار اگر زنا کند و 4 شاهد یا اینها رو ببینن یا خود زن آمده اعتراف کند، چگونه که در صحیح بخاری است، وقتی که ماعز و غامدیه اینها آمده اعتراف میکنند، پیامبر امر میکنند که رجم کرده شوند. البته واستشهدوا علیهن 4 منکم، میگوید الله 4 نفر با شاهد یا ببیند یا خودشان اقرار کنند، آنها باید سنگسار شوند و کشته شوند. اما میدانید که در حاضر زمان، علل خصوص در کشور ما یا در جایهایی که تاجیکان ما مهاجرت میکنند، دیگر حکم رجم وجود ندارد. یگانه کاری که میکند توبه کند، توبه نصوح بدون بازگشت به زنا، و البته تمام راههایی که به زنا میبرد قطع کند، چون الله میگوید ولا تقربوا الزنا، یا حتی نزدیکی نکنید. راههایی که به زنا میبرد به آن حتی نزدیکی نکنید. و پس از توبه پروردگار بخشنده مهربان است. اگر توبه نصوح کرده باشد، وعده الله است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام الله گناه ها را میبخشد. از وین خون گیرید آیا طهارت میشکند؟ در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه و در مذهب امام احمد، خون زیاد طهارت را میشکند. از وین میدونیم که خون زیاد میگیرن، طهارت را میشکند. برای همین شما تقوا کنید و طهارت کنید بهتر است. اما حدیثی که خون طهارت را میشکنند میگویند، بسیاری از علما میگویند حدیث ضعیف است، ولی به هر حال برای کلا از شبهه دار شدن طهارت کنید بهتر است. ما در روسیه زندگی میکنیم، شوهرم خانه پوشیده میفروشند، خریداران با پول ایپوتک میخرند. این پول برای ما حلال است یا نه؟ برای به ایپوتک خریدنشان ما راه نشان نمیدیم. مادامی که میدونید که شما خانه رو میفروشید به کسی که با پرسنت کار میکند، 100% به این باور دارید، ممکن نیست در این وقت در گناه کمک کردن است. در گناه و همدیگر کمک کردن است. چگونه که میدونه که یک نفر پول دزدی گرفته آمد و او چیز فروختن ممکن نیست، عیناً همین گونه وقتی 100% میدونه که اینها با پول پرسنت آمده خانه رو میخرن، جایز نیست خانه فروختن. شما میگویید نقد آورده دهد، در گناه شریک نشوید، مادامی که 100% میدونید. اما نمیدونید عموما که او از کجا پول میگیرد، برای این مسئول نیست که پول رو از کجا آوردی گفته پرسید. اما 100% او خودش میگه که من با پول پرسنت، یا خودتون میدونید، در این وقت ممکن نیست. من در ذکرهایم آیت الکرسی و 4 قل فاتحه میخواندم، همین در بینمازی از یاد میخوانم. در وقت بینمازی با دهان هم گفتن ممکن است، فقط برای شاگرد یا استاذ ها ممکن است، برای از درس ها دیر نماندن. در وقت ذکر صبح شام تمام ذکرها را کنید، اما آیت ها را نخوانید، که این مسئله اتفاقی است. ما در بانک پول داریم، از وی پول به ما پرسنت میدهند، ما آن را گرفته با آدمانی که ایپوتک گرفتند و آنها میدیم. این کار ما درست است؟ درست نیست. پول حرام را میگیرید و با به حرام میدهید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، در مسند امام احمد است، وقتی از حرام تو صدقه میکنی بالای آتش جهنم زیاده میشود. هرگز با این کار ثواب نمیگیری. پولتون را اولا از بانک باید گرفت. شما به جمله پرسنت فرو داخل میشوید که پول میدید و پرسنت میگیرید و اون رو خیر کنید، هم اون خیرتون خیر حساب نمیشود، آتش جهنم زیادی میشود بالایتون، برای که با حرام بازم با ایپوتک با حرام دیگر میدادید. برای فرزند ناقابل سوره فاتحه رو به آب 3 مرتبه خوانده صوف میکنی، این کارم آیا درست است؟ برای فرزند ناقابل سوره خواندن نباید تربیت کرد. یعنی فرزند رو با 2 تا صوف کردن ما قابلش نمیکنیم. سبحان الله، چگونه که یک دانه رو وقتی میکارید تا بزرگ شدنش چقدر باید نگاه و بین کنید. و او آفتاب لازم است و او خاک پاک، خاک درست، یعنی که
تربتش پاک باشد، خاک لازم است و اون نگاه و بینی دائمی لازم است، فرزند هم نگاه و بینی دائمی میخواهد. وقتی فرزند را به دنیا آوردی برای تربیتش خوب شدن همیشه باید از پس تربیه او باشی، از پس تربیه خودت هم باشی، چون فرزند اساسا الگویش پدر و مادر می شود. با دعا خوانده صوف کردن، باز هم میگویم برده نزدیک کسی موندند و بعد از 7 سال او را قوری کرده آوردن، شما تربیه خوب نمیدید. برای تربیه فرزند مستمر و بردوام باید شما در کار باشید. در کار باشید، حتما باید برایش دوستان خوب پیدا کنید، برایش عائله های خوبی که با آنها رفت و آمد کند و از آنها اونس بگیرد، تاثیر بگیرد پیدا کنید. برایش استاد خوب پیدا کنید. خودتان برایش باید مادری خوب، پدری خوب باشید. با فقط دعا خوانده و اصوف کردن یک فرزند رو با آداب و با اخلاق نمیکنیم. سبحان الله. در سجده نماز فرض دعا میکنم عربی آخرش تاجیکی. آیا ممکن است؟ انشاءالله ممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نزدیکترین موقع بین شما و الله سجده هست و در سجده زیاد دعا کنید و میدونیم که زیادی ها عربی را نمیدانند، خواسته های خود را با عربی گفته نمیتوانند و پروردگار با خبر است. انشاءالله با که ندارد که با تاجیکی دعا کنید. آید خشتامن سخن رانید. خشتامنی که کلینش را در خانه نشسته اجازه نمیدهد، مجبور میکند که برآمده کار کند، همراه شوهرش زندگی را به پیش برد، خوش نکند. یعنی خشتامن یک آدمی جباری نیست که نه برای تو را کشد. یک بار میگوید، دو بار میگوید، وقتی نرفتید یک کم قهر میکند، یک ماه گپ نمیزند، دو ماه گپ میزند، بعد به خود میآید. یعنی اینجا شما مسئله در خود شما هست، نباید در مسئله که نمیخواهید یا به گردنتان فرض نیست. علل خصوص مادری که کودک دارد و وی برآمده کار میکند، تربیت فرزندها زود ویران میشود. یا بعضی خواهرها هستند که علاج ندارن که کار کنن، چون جایهایی که کار میکنن اصلا مناسب نیست. در این وقت نکنید و حتما در این مسئله شوهرتون به میان درآید، چون شما زندگی رو با خشتمان بنا نکردید که در کل حیاتتون به پیشروی زندگیتون باید در نظرتون به شما راه نشان دهد. حتما در این مسئله باید با شوهر صحبت کنید. یعنی در اینجا من آید خشتمانی آید خودتون باید صحبت کنم که یعنی تو چه اندازه ضعیف هستید که وقتی که نمیخواهید کار کنید و اون هم برایتان فرض نیست، شما رو مجبور میکردن. مجبور کردن و گل و کارت ماندن است، دست و پا رو بریدن است. اما عادی با قبلا باشد یک بار دو بار چند بار میگوید، اهمیت ندادید، بعد میفهمد که شما این کارو نمیخواهید و انجام هم نمیدهید. با امام اقتدا کرده خواندن نماز چه خیلی است میفهماندید. اگر بامداد رو دویم رکعتش به آمدیم، بعد سلام دادن دعا نکرده خسته موندگی یک رکعتش رو خوانده، التحیات خواندی، سلام میدهیم. البته با امام شما یکم رکعت رو الکی آنها خوانده شدند و دویم رکعت آمده رسیده. وقتی امام التحیات را تا آخر میخواند، همراهش نشسته تا آخر میخواند، اما وقتی امام السلام علیکم میگوید شما از جا میخیزید، دو رکعت دویم را میخواند، باز نشسته التحیات را تا آخر میخواند و سلام میدهید. یعنی گویا که برکت دویم وقتی آمده رسیده شما دوباره التحیات میخواند. اما این 100% درست است. یعنی شما همین که امام سلام داد، شما سلام نداده راست خسته نمازهای نخوانده تان را میخوانید. آیا کتاب قرآن را هنگامی نخواندن باید راست کرده مانیم؟ مقصد کتاب را خوابانده موندن ممکن نیست. میگن گپی دروغ است. کتاب را مهم به احترامی نکردن به قرآن کریم است. شما راست کرده موندید، خوابانده موندید، باکی ندارد. مهم به احترامی نکردن بالای قرآن است. سوال دیگر، آدم نمازش را در وقتش بخواند، الله را عبادت هم کند، کینوهای ترکی رو هم بیند، در این حالت آدم گناهکار است. کینوهای ترکی که درباره تاریخ گپ میزنند، مثلا درباره صلاح الدین ایوبی خطا نکنم به نزدیک کتاب برآوردگی کینو برآوردگی هستند، یا بعضی کینوهایشان مثلا درباره تاریخی دور و دراز 700 ساله خلافت عثمانی هست. مثلا خلافت عثمانی رو موندگی هستند که شما از تاریخ با خبر میشوید. مقصدتون از تاریخ با خبر شدن باشد، یا بعضی فیلم های تربیوی رو دیدن باشد، یک مدتی کوتاه باشد باکی نیست. اما فیلم هایی که سریال هستند و فقط در داخلش زینایی که در شریعت گناه کبیره هست همچون رکلام عشقگویان نشان میدهند، 2 ساعت و 3 ساعت در آن میشینید، اینجا البته اسراف وقت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن از عمرت پرسیده میشوی که به کجا خرج کردی؟ از وقتت. و هر یک روز یک پاره شما رفتن میگیرد. حسن بصری میگویند تو عدد هستی، یعنی شماره ها هستی. هر شب و روزی که رفت یک عدد از تو کم شد، دیگر تمام شده رفته استوده. و تصور کنید اگر
2 ساعت کینو برای دیدن که شما وقت میدهید، شما آن رو برای خودتون، برای خانهتون، برای پیشروی فرزندانتون یا حداقل نیم ساعتش رو برای کتابخوانی صرف کنید، چقدر شما پیشرفت میکنید، چقدر شما پیشرفت میکنید. اما آنهایی که شب روز در نزد کینوها هستند و 2-3 ساعت وقتشان رو میدهند، میبینیم که از همه جا عقب مونده هستند، از همه جا عقب مونده است. در حیاتی، در خیالات زندگی میکنن، فکر میکنن که عیناً همون مثل کینو هست زندگیشان. اما کینوهای تاریخی چه خیلی گفتم، اون هم نباید 2-3 ساعت باشد. بعضن به جای یک 300 سری فیلمی که درباره تاریخ هست دیدن، شما یک کتابش رو خوانید در 1 هفته 2 هفته تمام میکنید. یعنی چیزی که یعنی وقت شما رو همون گونه که سریال ها میدوزد هیچ چیز نمیدوزد. این بعضی بلوگرهای یوگا هستند 3 ساعت 4 ساعت خانه خود رو نشون میدن. اون هم تماشابین ها من نمیدونم چی میبینن، چی میگیرن از آنها، چی فایده میگیرید از آنها. برای پیشرویتون حرکت کنید، برای دنیاتون، برای دینتون، برای فرزندانتون، که از اینا همش انسان پرسیده میشود. اما سریال بینان میدونید مردمی که همیشه از پای سریال و کینوهای ترکی هستن از همه جهت قفا مونده هستن، از همه جهت، هم از جهت تربیت فرزند، هم از جهت علم و معرفت خود، حتی هم از جهت ایمان و تقوای خود، که البته گناه ایمان رو کم کردن میگیرد، تقوای انسان رو از بین بردن میگیرد. که نشسته یک مرد بیگانه با یک زن بیگانه چگونه با هم علاقه داشتند و دوست داشتند و که زینای بر علاقه است، اینها رو تماشا کردن نشستن 100% گناه است و از یک جهت ثواب عمل میکنید، از یک جهت دیگر به گناه مشغول هستید. آیا کتاب قرآن رو هنگام نخواندن؟ این رو جواب دادیم. همین مادری من با پدرم قهری هستند. پدری من زنی دوم گرفته است، باز آمده مادرم رو دشنام میکند، جنگ میکند، از همین سبب قهری است. آیا او گناهکار است؟ یک روز 2 روز برای یک نفر آدم شدنش یا گفتیم تغییر یافتنش قهرگی جایز است. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسران خود 1 ماه تقریبا قهری میشوند و بعضی همسران پیامبر از پگاری صبح بگو بعضا با پیامبر گپ نمیزنن. این جنگ های خانوادگی که بین زن و شوهر می شود، اما تمام عمر چندین ماه قهری گشتن انسان گناهکار می شود. و خاطر اینکه یکم قهری شوم شاید حس کند خطاگی خودش را یا قدر مرا بداند، چون انسان وقتی گپ نمیزند اون انسان دیگر میفهمد که چقدر این انسان از او رنجیده است یا بودنش چقدر برایش در کار بوده است. برای اصلاح شدن یک نفر 1 مدت قهرگی، 1 مدتی کوتاه باقی ندارد، اما سالها بر دوام قهر زندگی کردن نه زندگی دارید نه جدا هستید. در این وقت حتما باید به یک قرار بیایید که یا کلا قهر میشوید و کلا از هم جدا میشوید، یا نه آشتی میکنید و زندگی را دوام میدید. اما عموما برای اصلاح کردن یک نفر حتی با فرزندت، برای اینکه خطاگیش را داند، یک مقدار گپ نزدن ممکن است، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتن با همسران خود 1 ماه تقریبا 29 روز قهری بودند تا که خطاگیشان را ایشان بفهمند. آیا با سر پوشیدن کپکه برای مردها جایز است؟ کپکه یک لباسی هست که وای خاص کافران نیست. مثلا صلیب خاص کافرها هست، آره. یک تاقچه میدچه دارد وای خاص یهودها هست، یا بعضی کریستیک ها هست خاص مسیحی ها هست، یا مثلا بعضی نمود عبادت هایی هست که خاص بت پرست ها هست. اما کپکه یک لباسی است که برای آفتاب همه میپوشن، انشالله بوکی ندارد. و اگر گفتیم کپکه لباسی کافرو هست، کرتکه هم باید لباسی کافرو شود. دیگر تمام قریب لباس هایی که جنفی رو دیگر سپرتیفکه و اینها رو هم بگیم لباس کافرو هست و دیگر بالاتر پیچانده گردیم، یعنی انشالله کپکه بوکی ندارد. اما بعضا می شود که مثلا مجلس های علمی هست در بعضی کشورها با کپکه رفته در بی‌آدابی است، چون مردم همش با توقی هست، در اینجا باید رعایت کرده شود. میگویند در بدن با حینه یگان چیز کشی گناه هست، تقلید به مردم غرب می شود. آیا یگان اساس دارد همین گپا؟ همین تنها برای شوهر؟ باذن الله حینه رنگی هست که بعد پس از یک مدت می رود، این تقلید نیست. تتو هست یا گفتیم خالزنی به پوست هست که هیچ نمی رود و گناه کبیر است و پیامبر لعنت کردن. حینا که از بین می رود انشاءالله باکی ندارد. مغازه های اینترنتی که اول مبلغش رو داده بعداً به جای معین شده بیارن فرمایشت رو میگیری، چون این نمود خریداری جایز است. از آن یا وایلد پیرس میگویم در ما بیع سلام وجود دارد. بیع سلام همین است که شما پولش رو داده میمانید،
پس از 1 سال یا پس از 6 ماه یا پس از چند وقت شما بورتان رو میگیرید، کالایتان رو میگیرید و فقط باید معلوم باشد که شما چی میگیرید، چند مقدار است، نرخ هم تغییر نیابد. این گونه باشد بوکی نیست، یعنی من پولش رو به شما داده میمونم، چیزی که به من لازم است پس از چند ماه به دست من میآید. انشالله این بیع سلام است. در اسلام این گونه بیع وجود دارد و بوکی ندارد. مادرم خواست به شما سوال دهم. میگوید در وقت جنجال با پدرم به او گفته است که فلان کارو کردی، جوابت دادگی. بعد از 1-2 سال مادرم نفهمیده همون کارو کرده است و به پدرم گفته است. پدرم میگوید من این گونه قسم نخوردم، در یادم نیست. آیا طلاق می شود؟ هیچ طلاق نمی شود انشالله. وقتی که پدر میگوید من این رو نگفته بودم و به گردن نمیگیرد، در اینجا گپ پدر است و اگر یکی باشد هم 1 طلاق میافتد که پس از 1 طلاق زندگی حلال است. الله میگوید الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. شما 2 بار حق دارید طلاق داده زن را برگردانید. به یگان نکات اگر در مدت 3 ماه یا 3 بار زن حیض شدن پشیمان شده باشید، بعد از 3م طلاق دیگر علاج یکجاشویتان نیست. برای همین یکی اگر گفتیم نه 100% پدر این رو گفته بود و شاهد داره، اینجا 1 طلاق میافتد که اینها زندگیشون رو دوام میدهند، به اصطلاح بوکی ندارد. اما پدر به گردن نگیرد، اینجا گپی اصلا پدر حساب می شود. اگر از بیماری های وزبین به مثل رگ یا کسل قند بمیرد انسان شهید می شود. انسان اهل نماز باشد به اذن الله شهید است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که از درد شکم و از طاعون یعنی وبا که این بیماری های رگ هم نموده از آن است که هیچ علاج ندارد یا یگان دوا ندارد، کسی میمیرد شهید میگویند. به اذن الله اهل نماز باشند، اگر اینها الله نصیب دیده باشد برایشان این شهید حساب می شوند. اگر پدر در وقت پیان یعنی مست بودنش پسرش را عاق کند چی می شود؟ انسانی که مست هست و مثل دیوانه هست. حتی تعلمون ما تقولون میگوید شما در وقت یعنی پیش از عرق کاملا حرام بودن، الله میگوید تو اینکه چی میگوید بدانید در نماز مست نیستید. یعنی انسان مست چی میگوید نمیداند، نه عاقی او درست است و در نزد بعضی علما حتی تعلقش هم حساب نیست، برای اینکه مثل دیوانه است، چیزی از دهانش برآمده را نمیفهمد. پسر چرا گناهکار می شود برای پدر دیوانش در وقت مستیش گپ زدن؟ من از تاجیکستان به مسکو آمدم. شب بود، سحر رسیدیم. در ایرپورت وقت نماز نفهمیدم. نماز بامداد رو در عملیات با تیمم خواندم. آیا این جایز است؟ مادامی که علاج طهارت نیست البته درست است. باذن الله نمازتان درست است. من سوال دیگر، در وقت حیض بودن به مسجد رفتن ممکن است یا نه؟ در وقت حیض به مسجد در آمدن ممکن است. حدیث در ترمذی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن به مسجد آدمایی که جنوب هستند و حایض هستند داخل نشوند، مگر اینکه شما عابر سبیل هستید یعنی مسافر هستید. مثلا خواهرایی هستند که به عمره میروند، به حج میروند، اونجا حیض میشوند، اونها به مسجد پیامبر فقط برای دیدن میدرویند، یعنی در آمدن نماز نمیخوانند، از این همه راه دور آمدن یک زیارت میکنند، تماشا میکنند، به اذن الله به این گناهکار نمیشوند، چون که عابر سبیل حساب میشوند، مسافرانی که فقط یک درآمده میبرویند. اما برای عبادت درآمده در آنجا نشستن برای زن حایض ممکن نیست. پسرم بیمار بود، چندین وقت در وزنین خانه بود. من از مجبوری به او روغن سگ دادم. آیا من گناهکار میشوم؟ روغن سگ آیا فایده کرد یا نه؟ یعنی اگر دکتر آن هم طبیب متخصص بگوید که دوای این بیماری فقط روغن سگ است، در این وقت فمن یفطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، شما از روی مجبوری جایز است. اگر طبیب متخصص بگوید که یگان درمانی وجود ندارد و جز روغن سگ، این انشالله بیمارتان بهتر می شود، جایز است. اما نه یکی اینش رو هم بینیم گفتید و حرام رو دادید که روغن سگ البته حرام است، گوشتش هم حرام است، در این وقت جایز نیست، کارتان گناهگار شدید که البته باید توبه کنید. من به برادر خود قرض دادم برای خانه خریدنش. خانه که قیمت بود بقیه پولش رو کردیت افورمیت کرد. در این حالت من هم به گناه شریکم. انشالله شریک نیستید، چون شما با او نه مصلحت دادید نه میدانستید. یعنی اگر او به شما گفته باشد که تو نصفش رو من کردیت میگیرم، شما میدانستید و باز دادید، در اینجا با مصلحت کار کردید، البته در گناه شریک هستید. اما شما هیچ خبرتان نبود، گمان کردید که با پول شما و خانه میخرد، بعداً وای باز برای خلاف رفت و کردیت که پرسنت است، گناه کبیره است و جنگ اعلان کردن به الله هست که الله کسی که با او جنگ اعلان میکند نابودش میکند.
البته او به گناه کبیره رفت و شما خبرتان نبود باقی نیست، اما خبرتان بود، خوبم میدونستید که نصف پول از شما، نصف پول از کردیت است، در این وقت با مصلحت که کار کردید به گناه شریکید. تقایم پیش از شوهر کردنم در مسجد به من وعده های زیاد داده قسم خوردن و حالا باشد گپ های گفتگیشان را هیچ قبول نمی کنند. آیا همین کارشان درست است؟ همه میدونند که درست نیست، خودتان هم میدونید، ما هم میدونیم که درست نیست. یعنی این سوال همه میدونه جوابش رو که به وعده وفا نکردن از نشانه های منافقین است و الله میگوید اوفو بالعقود، و تمام وعده های و عهد های کردهتان شما وفا کنید و این کارش گناهکار می شود، اما شما مجبورش باید کنید. در این وقت این کار درست است درست نیست که حل نمی شود. مادامی که مسئله زندگی هست، شما باید از او حقوقی که او به شما وعده کرده بود طلب کنید. من قرآن را نصفش رو در پیش استاد خواندگیم تا شوهر کردنم، بعد شوهر کردن گاه می خواندم گاه نه. خودم طبق همین خیلی حاضر خیلیش خطا میخوام از یگان کس درس گیرم. یکیم نیست آدمی که در پیشش خوانم و خطاگیم رو اصلاح کنم. التماس میگفته چی کار کنم و در آخر گفتنی هم که در حق من شوهرم دعا کنید. پروردگار هرچی بهتر است برایتان نصیب کند و بعدا اگر در روسیه باشید یا از طریق اینترنتی راه باشید، از طریق اینترنتی درس ها خیلی زیاد هستند. در خود گروه ما هم گروه راه نور هم گروه قرآن و تجوید هست. الله نصیب کرده باشد به تماس برایتان کمک میکنیم انشاءالله. اگر علاجی از طریق اینترنت زوم درس گرفتنتان باشد، انشاءالله در ما گروه های یاد دادن قرآن از طریق تجویدم هست، از حرفم هست، خود تجویدم هست. فقط که یک مدت میگیریم خواهرها وقتی که تمام کردن، بعدا باز خواهرهای دیگر رو میگیریم. الان دو سه خواهر دیگر، دو سه استادای دیگر به ما کمک میکنن، انشاءالله به شما هم کمک میرسونیم. شوهرم در روسیه به من میگوید که در خانه مادرم است، اما قین سینگلم با شش زندگی میکند. قصور پشتامانم وفات کردگی. من میخوام در پیش مادرم استم. یگان نصیحت میدید شوهرتون به این حق ندارد. وقتی که در اونجا یک مرد بیگانه هست که شوهر شما یعنی قین سینگل شما کلا به شما نامحرم هستند، مادامی که در یک خانه هست در نزد او زندگی کردن ممکن نیست. در این وقت باید با شوهرتون صحبت کنید که انشاءالله شوهرتون میفهمد. میگویند که در خانه که آدم وفات کنه در اون خانه یگان چیز رو نخورید. گپ دروغ است، یگان اساس ندارد. عزیزان، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبرشان در خانه حضرت عایشه بود. بعدن ابوبکر و عمر هم در همون خانه حضرت عایشه گورانده شده بودند. حضرت عایشه در آنجا زندگی کردند تا آخری عمرشان. اگر حضرت عایشه وقتی پیامبر مردن 18 ساله باشند، تقریبا 35 سال قریبی 40 سال در آنجا زندگی کردند. خوب میرفتند، میخوردند، غسل میکردند که خانه سیدره نداشتند. این گپ‌ها همش دروغ است. یعنی باید همین درست فکر کنیم که در خانه که کسی وفات کرد در آنجا چیز خوردن ممکنه، اما در عزاخانه ممکن نیست. یعنی یک نفر مرد، شما به تعزیه می روید و در اونجا خوراک خوردن رو اکثریت علما حتی حرام میگویند. یعنی در عزا مهمان ها رفته خوراک خوردنشان ممکن است، اما اهل خانواده در اونجا خانه خوردن باقی ندارد. من صاحب شوهر 3 فرزند، شوهرم را دوست می دارم، انسان خوب است، لیکن مرا صورت گرفته و مردهای بیگانه می پرتوید. من اول نمیدونستم عجب چگونه شوهر را دوست می داره. دایوسی نیست صورت زند را گرفته پرتوفته. یعنی اینجا سبحان الله اگر مقصد به حجابی باشد کلا با این مرد زندگی کردنتان حرام است، اما فقط برای شناس کردن باشد اون هم کاری خوب نیست. شوهر اگر گوید که تو راضی شوی من 2 زن میگیرم، زن باوری ندارد که صبر کرده میتواند راضی نشود، گناهکار میشود. اولا زن مادر نیست که شوهر از او باید بپرسد که تو راضی شو من زن گیرم یا نگیرم. زن گرفتن حق مرد است. یعنی الله برای مرد مسلمان تا اینکه به گناه نرود اگر عدل کرده تاند میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اگر شما عدل کرده توانید، در پایانش و این خفتم الا تعدلوا آمدگی است. یعنی عدل کرده توانید به شما 2 3 4 زن گرفتن جایز است، اما عدل کرده نتوانید با یک زنتان زندگی کنید. اکنون مرد برای این اجازه زن مرد حتمی نیست. زن به این یگان زن تقریبا شاید نمیدونم از 98% زنها
به این راضی نیستن. همسران پیامبر هم راضی نبودن اصلا که پیامبر زن گیرنه، که پیامبر زن گرفتگی هستن، زن این چیز رو نمیخواد. اینجا شما گیر و نگیر گفتید شوهرتون خواهد میگیرد و به این یگان خیلی اجازه شما راضی حتمی نیست. یگان خیلی حتمی نیست. نگیر گفتید هم ان گناهگار نمیشوید، برای اینکه غیرت زن به این اجازه نمیداد. اما شوهرتون چه خیلی گفتم رضاگی شما برای زنگیری شوهرتون یگان نقش ندارد، یگان نقش ندارد به شرط آنکه شوهر عدل و انصاف کرده تواند بین زنها. من همون خواهر اسلامی شما هستم که به شما سوال داده بودم که شوهری که حدودهای الله رو پایمال کند زن نخواهد همراه زندگی کرد. شما جواب گفته بودید که پدر و مادرتان وی را مجبور کنند که جوابم را دهد. ما این کار رو کردیم ولی هیچ فایده نکرد. میگویند که اگر 6 ماه نفقه زن را ندی زن طلاق می شود. گپ درست است. این خواهر ببخشید همیشه مقصدشون این است که من به اینها فتوا دهم که شما طلاق نگرفته شوهر کنید. درست نیست. طلاق گیرید، درست نیست. 100 سال نفقتون رو ندهد هم شما باید از او طلاق گیرید، یا از طریقه سود اسلامی طلاق میگیرید، از طریقه قاضیات که من قاضیاتی که در تاجیکستان است راستش رو گم اینقدر کلا مثل همون گونه که قاضی اسلامی عمل میکند این گونه باور ندارم. برای همین میگم شک شبهه برای اینکه دور شود نه راحتون رو یابید. اما من نمیگم که نه روید و شوهر کنید، هرگز این رو نمیگم. حرام است این کارتون که طلاق نگرفته شما بالای شوهرتون شوهر کنید. موش به درون آرد درآید آب رو استعمال کرده می شود. جایی که موش رسیده است گرفته می پرتید و آبی نیست، یعنی آرد همه تمامی با استادش نجاست نمی شود. جایی که موش رسیده است همون رو گرفته می پرتید دوامش را استفاده می کنید. سوال دیگر، اگر زن پول کار کرده خود را از شوهر پنهان کند گناهکار می شود. شوهر او پول را رسخاد کرده باشد باز به زن برگرداند. این کار از سبب رسخاد بیهوده شوهر است. اینجا نگاه کنید، شوهر اگر اجازه ندهد زن پول کار کردنش جایز نیست. یعنی زن وقتی که کار میکند زیاد به حق شوهرش رسیدگی کرده نمیتواند و شوهر اجازه ندهد زن پول کار کردنش ممکن نیست، مگر اینکه شوهر بیمار باشد عموما به زن نگاه نکند، زن کار نکند، از گرسنگی میمرده باشد، در این وقت مجبور است کار کند. دیگری وی به اجازه شوهر کار کردن ممکن است. بعد وقتی که شما کار کردید برای اینکه با اجازه شوهرتون کار میکنید، بعضی علما میگویند نیم به نیم شما حق دارید، یعنی به 50% معاش شما که شوهر از حقش گذشتگی است شوهر حق دارد. شما من پولم رو پنهان میکنم گفته فقط گپی دروغ زنید، هست و نیست گویید، کم است و زیاد یا زیاد است و کم گویید، با دروغ ها شریک هستید. بهترش بگویید به خاطر همون رسخودهای زیادتی تو یا اسراف تو من نمیتوانم به تو پولم رو دیم یا همش رو گویم. اما دروغ گپ زده من پولم رو پنهان کردم گفته زیادی فقط دروغ گپ میزنن. پول دارن میگن پول ندارم تو رفته خرید کرده بیا. پول دارن میگن من پول ندارم به من پول ده. اینها همش دروغ است. اینها پنهان کاری نه، دروغ بر اعلی هست که زندگی که با دروغ هست برکت ندارد. پول هایی که هم با دروغ است برکت ندارد. اما چی می شود کشاد و روشن بگویم که به خاطر اسراف کاریات من نمیتوانم چیزی که در دستم هست و تو بگویم، اون هم به خاطر آینده عائله امون لازم است. یعنی این گونه اور قهر میکند، جنگ میکند، شاید یک تیکسی میزند، لیکن شما دروغ نمیگید او هم دیگر اقرار میکند که شما حقگو هستید، دروغگو نیستید. یعنی چقدر ما به خاطر رونگری میگوییم اما چقدر روی خود رو سیاه میکنیم با دروغ گپ زدن و با گپ رو این طرف و اون طرف کشاندن. سوال دیگر، اگر زن پولی پسا بیاره از شوهرش برای اون که بیهوده مصرف نشود مجبوراً بگیرد گناهکار می شود؟ درباره پولی پسا بیا خواهران عزیز من چندین بار گفته بودم که وای پول شوهرت هم نیست، پول خودت هم نیست. وای پول امانت کودکات است، امانت کودکات است. اگر دیگر راهی درآمد نداری برای عائله از آن صرف میکنی، اما نه شوهر کار کند و یا یک درآمد دیگر باشد وی پول رو برای آینده فرزندها باید پس انداز کنی. نه زن به آن حق دارد نه شوهر به آن حق دارد. وی پول شخصی کودکو هست. یگانه از اینکه هیچ درآمد ندارید و کودکو هم قطع شما میخورند و زندگی میکنند، برای زندگی اگر یگان درآمد نداشته باشد از آن استفاده کرده میتوانید. و درباره اینکه شوهر بیهوده مصرف میکند، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، میگوید الله هر کسی که پول رو اسراف میکند، اگر آدمی کلام باشد هم، هر کسی که پول به دستش آمد اسراف میکند، یعنی او
پول رو اداره کردن نمیتواند. به دستش پول اومد خرج میکند، کی نباشد هم به دست او پول دادن ممکن نیست. شوهر باشد، هم زن باشد، هم فرزند باشد، هم پدر باشد، هم مادر باشد. همین امر الله است تو که زیان نشود، یعنی پول بیهوده نرود. هر کسی که شما میدونید که پول به دستش اومد وای آدم یا اسراف کار است یا حرام کار است، یعنی پول به دستش اومد میرود و به حرام صرف میکند، به دست او تماما پول دادن ممکن نیست. سوال دیگر، شخصی که در اتحادیه اروپا کار میکند از همان دستمزد کارش یک مقدار به دولت باید مالیات پرداخت کند. اینجا سوال به میان می آید آیا شخص مسلمانی که در اتحادیه اروپا کار میکند و به دولت مالیات پرداخت میکند در کشتار ملت مسلمان فلسطین کمک کرده حساب می شود یا خیر؟ به همه معلوم است که امریکا و اتحادیه اروپا به دولت اسرائیل در جنگ با فلسطینی ها کمک میکنند. اگر این گونه رویم در اتحادیه اروپا تا زندگی کردنتان ممکن نیست. حاضر در ما مقاطعه هست، یعنی هر مالی که در آن دست اسرائیل هست، مثلا بعضی نمودی صابون ها، بعضی نمودی نوشابه ها و خوردنی ها دست اسرائیل در آنجا هست، شرکت های رابطه با اسرائیل دارن، آن را مقاطعه کنید، گفته امن شده است، یعنی مسلمان از آن خرید نکنید، کمترین ضررمان رو به یهودها رسانید. اما شما الکی همچون وطنتان در اتحادیه اروپا کار میکنید و اون انداز مالیات رو هم مثل خرید کردنتان بارازگی نمیدید. قانونش ما رو مجبور میکند که برای اینکه کار میکنید تو باید انداز سپاری و اون انداز هم آیا 100% به دست یهود میرود یا بعداً به شما همچون نفقه بعد از به نفقه برآمدنتان داده میشود یا به جایهای دیگر صرف میشود، این رو هم نمیدونید. یعنی شما به یک جا انداز میدهید، یقینا میدونید که اون انداز به دست یهود میرود، البته کار نکنید، گناهکار میشوید در اینجا. اما در جای کار میکنید و شما نمیدونید، فقط همین گونه یک چند چه میگویم چی ها هست، راه ها هست یا که گفتیم یک چند گمان ها هست که شاید که به دست آنها رود. انشالله در این وقت اگر این گونه فکرمون شود تماما زندگی تنگ می شود در کجا نباشید هم، چون میدونید همه به یک دیگری پیوستگی دارن، همه به یک دیگری علاقه دارن، در اینجا هیچ کار کرده نمیتوانید. به اذن الله من نمیگویم که یعنی در جایی که کار میکنید کار بکنید، برای اینکه شما 100% نمیدونید که اندازتون به دست یهود میرود. یک دویمش این است که شما آن انداز رو به خواهش خود نمیدید. دولت همین گونه قانون کرده، مجبور کرده است که شما باید در هر جایی که کار میکنید یک مقدار انداز دهید که این در تمام دولت ها هست. سوال دیگر، در خانه آویزان کردن کارتینکه هایی که سوره نوشته شده است جایز است؟ که ندارد انشاءالله. و سوره هست، صورت های آدم ممکن نیست، یک منظره باشد یا آیت های قرآن باشد به اذن الله که ندارد. یک نامرد زنش رو با کسی دیگر تهمت میکند و زنش رو میگوید که اگر خواهی که من از خانه بروم من تو رو در تلفن سنیمت کنم که تو بگو با دیگر مردها میگردم، تماما برآمده میروم از خانه. یعنی بیمار است این مرد، با این گونه بیمار چرا زندگی میکند زن؟ یعنی زنهایی که با مردهای این گونه دیوانه صفت و بیمار زندگی میکند یکم به خود آید. دنیا فقط شوهرتون همون خونهتون نیست، پروردگار بدون همون هم به شما رزق میدهد. رزق انسان در دست پروردگار یگانه هست. مادامی که این گونه بیمار هست، این گونه میخواد شوهرش را، یعنی ناموس یک نفر برابر جان یک نفر هست، ناموس شما برابر جان شما هست، با این گونه شوهر زندگی کردن ممکن نیست تماما. سوال دیگر، قش رو بلوندکس کردن جایز است یا که موی سر رو کرسکه کردن؟ کرسکه کردن یا رنگ کردن موی سر چی برای زن چی برای مرد که ندارد، فقط رنگ سیاه در حدیث زیاد ذکر شده است که پیامبر میگن رنگ سیاه نکنید. اما درباره بلوندکس که ضرب میکنن بالا یا پایانش رو بعضی علمای معاصر اجازه میدن، بعضی علما میگن این یگان قشچینی نیست، فقط رنگ کردن است، اما نباید نامحرم ببیند برای اینکه خیلی خوشرو می شود. بعضی علمای دیگر میگن عیناً به خوشیدن مانند می شود و بهترش نکنید. یعنی درباره بلوندکس اختلاف بین علما هست، اما رنگ کردن مو ان شاء الله یگان که ندارد و زن مسلمانی که موهایش رو فقط محرمش میبیند و یگان نفر نمیبیند. سوال دیگر، من به بخچه فرزندانم طلای و لباس ها گران ماندگی، همونها به من باید زکات دهم؟ برای لباس زکات وجود ندارد مگر اینکه لباس های تجارتی باشد، اما برای طلا برای فرزندانتون باشد هم اگر به 85 گرم رسیده باشد 2.5% رو باید هر سال زکات دهید. سوال دیگر، من فرزندان شوهرم را
9-6 ساله را کلان کردم. از روی توانم تربیت کردم. یگان تاش را یک سیله نزدم. 16 سال باز خدمتی این عائله‌اند، اما بعد زن گرفتن به نهایت ناحرمتی میکنند. پسرم با یک گپ ناچیز 1 ماه باز گپ نمیزند. بعد تویش تماما دیگر شد. با یک جهان آرزو به خانه کردم. خواستم من همین مثل مادر حق دارم یا که مادراندر هستم و چیزی انتظار نشوم. بسیار رفتارش علم کرد یا من مثل مادر کلان کردم و بسیار چیز را از آنها امیدوارم. شوهرم بسیار پیش همه پس میزند. سبب اساسی همین است که تو به من هیچی نکردی میگوید. میخواستم حقم را نزد آنها دانم. اگر حق مادری نداشته باشم خفه هم نیستم. اولا مادراندر هستم، هرگز مثل مادر حق ندارد. یعنی برای بزرگ کردنتون شما ثواب گرفتید و آنها هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسی به شما نیکی کرد فکافئوه و شما هم به اون نیکی کنید. حداقل نیکی کردن میتوانید در حقش دعا کنید. آنها حتما باید به شما نیکی کنند و وقتی نمیکنند گناهکار هستند. حاضر. اما اینکه شما مثل مادر آیا حق دارید؟ شما مثل مادر حق ندارید البته. یعنی 100% مثل مادری تولد کرده شده نمیتواند مادراندر، اما به کسی که نیکی کرد باید نیکی کرده شود که فرزندها یعنی آن بچه ها اگر به قد شما نرسیدن البته جزایشان را از فرزندان خود میبینند. از این طرف نکردی دنیای جزا هست. یعنی کردگیت رو میبینی همیشه. مادری که به مادر خود یعنی دختری که به مادری خود همیشه خوب بود از فرزندانش میبیند. فرزندی که به پدر و مادرش نو احترام کرد از فرزندانش میبیند. این گونه هست، همیشه اونها هم میبینند. اما نباید انسان در دنیا از کسی چیزی انتظار شد. حتی مادر نباید از فرزندهای زاده خود چیزی انتظار باشد. همون وقتی که ما الله رو یکسو ماندیم و از کسی عزت میخواهیم، از کسی احترام میخواهیم، بدونید که الله به حال ما میگذارد. همیشه احترام و عزت رو از الله بخواهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعای قنوت همیشه دعا میکردن که پروردگارا انه لا یعز من عادیت ولا یذل من والایت. پروردگار هر کسی که تو عزت دادی کسی خور کردن نمیتواند. هر کسی که تو خور کردی کسی عزیز کردن نمیتواند. خوری و عزت در دست توست. تو خودت عزت بده، تو خودت احترام کن. یعنی باید مسلمان نه از فرزندش، نه از شوهرش، نه از زنش، نه از پدرش، نه از کسی عزت و احترام انتظار نباشد. هر کاری کردید به خاطر الله کنید، جوابش رو هم جزایش رو هم الله برایتان میرساند. اما برای کسی کار کردیم و خود همون انسان هم به شما نیکیش نمیرسد که در این باره صحبت خیلی وسیع است. اینجا عزیزان چند سوال دیگر هست. الان نصیب کرده باشد هفته دیگر در خدمت هستیم برای اینکه از سوال جواب دور و دراز و یکی دلگیر کننده نباشد. باذن الله در سوال جواب های دیگر الان نصیب کرده باشد و سوال های شما جواب میدهم. و این چونین در ما کانال تلگرام سوال جواب هست مخصوص برای خواهران و این چونین کانال درسی هست، میتوانید در آنجا هم اشتراک کنید و از سوال جواب های دیگر از تمام راه نور و راه علم خبر باشید. الله یگانه مددگارتان باشد. و سوال خطا جواب دادم از ناقصه علم من بود و از خود من بود. هر چیزی که درست جواب دادم با توفیق پروردگار و از طرف الله یگانه بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.